فرض کنید یک جنگ تمام عیار سنتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. اسرائیل در موضع قوی تری قرار داره، برای اینکه از یک منطقه یک کوچیکتری باید حمایت کنه. میدونید ایران 88 برابر اسرائیله، بنابراین میدونید اسرائیلی‌ها یه منطقه خیلی کمی رو باید ازش حمایت کنن. ایران یه جای وسیعی است و چون دفاع هوایی هم نداره، کاملا باز از هر کی میتونه بیاد بزنتش و بره. و اون دستگاه به اصطلاح ضد هوایی هم که روس‌ها به ما دادن معلوم شد قلابی بوده، هنوز اصلا نصب نشده و اگرم نصب بشه یه چیزی بین 10 تا 12% از فضای هوایی ایران بیشتر نمیپوشونه. من چند سال پیش که مصاحبه میکردم با نخست وزیر اسرائیل آقای اولمرت، گفت محاسبات ما این هست که برای کوبیدن جمهوری اسلامی 10,000 تا سورتی یا خروج هوایی لازم داریم، یعنی 200 تا هدف اصلی در جمهوری اسلامی رو که بزنیم از نظر نظامی جمهوری اسلامی داغون میشه. جمهوری اسلامی الان نیروی هوایی نداره و دکترین دفاعیش هم مال عهد بوخه. این آقای خمینی این دکترین رو درست کرده بود. خمینی هم میدونین اطلاعات نظامیش زیاد نبود، حالا اطلاعات دینیش هم شاید زیاد نبود، ولی مثلا ایشون میخواست یه لشکر یک ارتش 20 میلیونی درست کنه. فکر می‌کنم مثلا در جنگ جهانی اوله که این 20 میلیون کجا برن، کی بهشون غذا بده، چیکار بکنن. این پایه اصلی دکترین دفاعیش. پایه دومش این بود که ما موشک زیاد درست بکنیم، حالا که هواپیما نداریم. بله، ولی نمیدونه که خب وقت موشک درست بکنین ضد موشک هم هست در دنیا. چیز سومش مسئله هسته‌ای بود که به تشویق آقای رفسنجانی رو انداخته بود که اونم الان مالیده، یعنی یا لااقل منجمد شده. بنابراین ایران دارای دکترین دفاعی نیست. البته مثلا اخیراً به حزب الله گفتن شما یه کاری بکنید. حزب الله رفته 2 تا حمله کرده به 2 تا روستای داخل اسرائیل. این 2 تا روستا جالب اینه که هر 2 تا در منطقه‌ای هستن که لبنان مدعی مالکیت اوناست، یعنی به خود اسرائیل حمله نمی‌کنن. اون زره پوشی هم که زدن در داخل همین روستای صلحیه بوده، یعنی میخوان یه کاری نکنن که اسرائیل تحریک بشه، ولی اسرائیلی‌ها از رو نمیرن که مرتب دارن اینا رو میزنن.